مویس توپ رو در اختیار داره، نگاه میکنه سر بالا، کاتبرت میره روی پاش، در عرض حرکت میکنه و توپی که به تیر دروازه برخورد میکنه. در برگشت کلی هست که صاحب توپ میشه. در محوطه جریمه نگاه میکنه، یه سر توپ میزنه میفرسته روی دروازه، اما اونجا کسی نیست که از این توپ استفاده کنه. نگاه کنید یه بار دیگه، این سم مویس هست که کاتبرد رو رد میکنه و محو. کورنر برای دروازه سیتی زده خواهد شد. توپ برمیگرده، کاتبرد پشت محوطه جریمه شوت میکنه به سمت دروازه. باز هم فرصت هست در محوطه جریمه، داور بازی رو نگه داشته، دست به کارت شده و میخواد به الن وایت کارت نشون بده. چه اتفاقی افتاد اونجا که اینجوری بازیکنان سیتی دارن اعتراض میکنن به داور؟ نگاه میکنیم، بله، توپ به دستان الن وایت برخورد کرده و حالا ضربه پنالتی برای چلسی اعلام میشه. مارن ملده ضربه رو خواهد زد. نگاه کنیم ببینیم که تبدیل به گل میشه یا نه. خودش توی دروازه خلاف جهت دروازه‌بان توپ رو به تور دروازه میشونه. مارن ملده بازیکن نروژی سیتی حالا اولین گل این دیدار رو به ثمر. سیتی میتونه این نتیجه رو جبران کنه. هاردر راه میندازه کربی رو، چه پاس خوبی میده به کاتبرد. یک و دو این دو بازیکن با هم دیگه، کربی، فرانک کربی، سامانتاکر آماده هست و یه ضربه سر که از بالای دروازه به بیرون میره. ببینید که چیکار کرد فرانک کربی، چه پاس خوبی و چه ضربه سر بعدی زد سامانتاکر. تو به اختلاف از بالای دروازه بیرون میره و بازیکن چلسی بازیسازی رو از زمین خودشون شروع میکنن. هاردر توپ زیر پاش هست، میدونید که یکی از بازیکنانی که بیشترین دستمزد رو میگیره، در عرض حرکت میکنه. یه پاس رو به جلو برای فرانک کربی توی محوطه جریمه، فرصت هست، سامانتاکر هم ایستاده، توپ بهش میرسه و توپ اصلا روی پاش جفت جور نمیشه و به بیرون میره. نگاه بکنید که چقدر راحت سامانتاکر تو. چلسی میخواد هر سه امتیاز این بازی رو بگیره. برگر مستقیم میفرسته در میان میدان، یه ضربه سر، دو دفاع هستن، لوسی برونز تک به تک هست، توپو میگیره، لو میده توپو و چه اشتباهی کرد لوسی برونز، بازیکن با تجربه، و کاتبردی که نتونست از این فرصت استفاده کنه. نگاه کنید توپو لو داد. برگر به میانه این میدان جی نگاه میکنه، کربی رو میبینه پشت دفاعی که بالا اومده، چه اشتباهی، کربی رو به جلو توی دروازه، یه پاس کاتبک خوشگل است فرانک کربی و ضربه تمام کننده سامانتاکر. اون متخصص گل زدن به چلسی است. بازی سازی رو ببینید از وسط زمین، بازیکن کره‌ای چه پاس خوبی داد، کارش رو تکمیل کرد فرانک کربی و در نهایت سامانتاکر که دروازه تیم سیتی رو باز میکنه. سامانتاکری که توی بازی قبلی هم تونسته بود دروازه سیتیزن ها فرصت دارن که این نتیجه رو جبران کنن. حالا از سمت چپ یه حرکت توی محوطه جریمه بین دو دفاع، برمیگرده بیرون به سمت دروازه، میخوان شلیک کنن، سعی میکنن از سمت چپ نفوذشون رو بیشتر بزنن روی دروازه و در نهایت تو بعد از برخورد به برایت به بیرون میره تا ضربه کورنر این بار به سوی سیتی. سعی در تغییر منطقه بازی دارن. پشت محوطه جریمه استنوی توپ رو لو میده، باز توپ میرسه به بازیکن سیتی در محوطه جریمه، توپ برخورد میکنه به دستانه برایت. حالا اعلام پنالتی میشه. چه دقیقه ای نگاه کنید، این ملده هست که توپش رو ارسال میکنه، در نهایت توپی که برایت برخورد میکنه و اعلام ضربه پنالتی میشه. ببینیم با این توپ چه کار میکنن. کار برگر سخت خواهد بود توی این لحظات. کلی پشت توپ ایستاده، تو جهشی هم میکنه و توپ رو به تاق دروازه میچسبونه. حالا سیتی میتونه گل بزنه به چلسی. یه ضربه تاقی خوشگل از کلی که به تازگی از اورتون پیوسته به سیتیزن ها. در زمین تیم چلسی صاحب توپ هستند، رو به جلو نگاه میکنن، میتونن که گل بعدی رو بزنن. باز همین دفاع جلو کشیده، این بار دروازه بانم جلو کشیده و توی دروازه فرانک کربی که گل میساخت واسه همه، حالا خودش هم گل زن میشه، خودش هم گل میزنه تا توی این بازی چهره درخشان تیم چلسی رقب بگیره. دروازه بان جاموند، دفاع جاموند، همه جاموندن تا با این فرار خوشگل فرانک کربی گل سوم رو وارد دروازه سیتی کنه.